دلم خون است از این گلخی ها، شده از غارت مردم سخی ها. اگر این سرزمین عین بهشت است، فزونند پس چه در آن دوزخی ها. اگر این سرزمین عین بهشت است، فزونند پس چه در آن دوزخی ها. بعضی وقتا بعضی آدما لاشخوری نه تنها پول و مال هستند، بلکه لاشخوری شأن و شرف آدم ها هم هستند. چخه که استاد لایق گفته است، شده از غارت مردم سخی ها، یعنی مردم را غارت کردند و باعث شدند و دستکشاد شدند. اما بعضی آدم ها هستند که شأن و شرف مردم را غارت میکنند و نسبت به آنها هر گونه گپ ها زده از پشت آنها مشهور میشوند و 4 تنگه کار میکنند و اما افسوس در چشم دیگران عالم های زمانه و یعنی آدم های خوب را پست میزنند. اینها لاشخور هستند. لاشخور یعنی یک این پرنده هست که کارش تنها مردارخوری هست، یعنی خودش مانند عقاب شکار کرده نمیتواند، قدرتی ندارد، اما همه وقت در انتظار آن است که یک طعمه نو، یک یعنی لاشه نو، یک مرده نو را یگان کسی شکار کند و حتما اون در آنجا حاضر است و به خوردن آن آماده است. افسوس که این بلاگرهای ما به انا همین لاشخورها مبدل شدگی هستند. سالهای آخر خودشان قدرت یگان چیز را ایجاد کنی ندارند، یگان چیز را ایجاد هم کرده نمیتوانند، اما به لاشخوری یکم جا هستند. اینش آن را گفت، اینش فلان را گفت، اینش منین گفت، یعنی که به گفت روسا چی کازیال پرووکاتور هستند که یک خبر رو به خبر دیگه جا برده همه رو یعنی دنیا رو به سوزش می آورده. یکی از آنها من این سلیمان هست. سلیمانی فارس مونده است نام خودش را. برای چی من نسبت به این نوار کردم؟ برای اون که راستی غضبم هم آورد همین نوارش. من همین نوارش که در این نوارش حاجی مرزا را تنقید کرده است، من کمک گوش کنیم. من این نوار رو موندم. من دوستان و برادران عزیز، امید دارم که همگی خوب هستید. صحبت امروزه ما درباره حاجی مرزا میرم. با این در اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته سر میکند نوارش رو که هم مسلمان های ساده فکر کنند که این مسلمان هست. چه خیلی که استاد لایق میفرماید، این سگدلان که خدمت ایام میکنند با وعده خلق ساده را آرام میکنند. من این را سنگدل گفتگی نیستم، یکی با وعده ساده یعنی که خلق ساده را آرام میکند. بسم الله گفته. یک لحظه پیش نظرم آمد که در کشف الاسرار وقتی که
جنید موریدی بایزیدی بستامی میشوند. پیش از این چی عذاب‌های میدهند بایزید، یعنی امتحان‌ها رو میدهند، میگویند رو 1 سال اول گدایی کن، بعد 1 سال دیگر برو کبریت فروشی کن، بعد از اون بعد با بازار رو و چی امتحان رو میگذرونن. بعد با موریدی یعنی جنید بزرگ رو قبول میکنند و بعد از اون جنید اون چیزی که همون دینار و کمتر هم بایگری که داشتن، بایگری کوچکشون رو میگویند که کسی که و به کوچه میروند میگویند که کسی که نام الله را به زبان آورد من دهان او را پر از زر میکنم. و بعد از این لحظه بعد چند وقتی میگذرد و روز جنید تیغ برمیکشند و به کوچه رهسپار میشوند و میگویند کسی نام الله را بگیرد سر از تن خواهم جدا کرد، سرش را از تن خواهم جدا کرد. و چون آدما میگویند او این عجبا چرا تو لحظه پیش میگفتی کسی نام الله را ببرد دهانش را پر از زر کنم و حالا میگویی کسی نام الله را ببرد سر از تنش جدا خواهم کرد. جنید میگویند که من قبل از این که میگفتم کسی الله بگوید دهانش را پر از زر کنم، من گمان داشتم که خلق یعنی مردم نام الله را با از صدق دل میبرند به زبان، اما حاضر دیدم که این همه از روی ریا بود است و از روی خود نشاندهی و به همین سبب من اکنون کسی نام الله را گیرد سرش را از تن جدا میکنم. یعنی که اونها نام الله را دروغ به زبان میبرند برای آنکه دیگران را به پیش دیگران خود را نشان دهند و شرمشان از الله نمی آید. حاجی میرزا در وقتی که حکومت شوروی از بین رفت و چندین سالهای اسلامی بالای تاجیکستان آمد، یکی از عالمان خوب، عالمان روشنفکری تاجیکستان بودند و هستند و چقدر خدمت کردند و چقدر کسیته ها و دیسک ها و چیزها را پهن کردند و بی پول رایگان دیگران گوش میکردند و از اسلام شناس میشدند و از اسلام یعنی بهره میبردند از اسلام درست. اما امروز یک تا نیم تا من این خیلی لاشخورها که از پس این رالیک ها اینها مقصدشون چی است آخی؟ 4 تنگه کار کردن با این رکلام یوتیوب با عالمان سنگ میزنند و گفتگیان که اگر اون جامعه خار و ذلیل می شود، اون وقت که عالم های آن جامعه خار می شوند. افسوس که حاضر عالم های ما، روشن فکرهای ما از جانب من خیلی 1 تا نیم تا پدسن ها بخشش خار و ذلیل شده ایستادند. حاجی میرزا که تو را 10 ساله ها علم و تعلیم داد، یعنی معلم تو هست. وقتی که حضرت علی گفت
کسی که به من یک الف را تعلیم داده باشد، من وی را تمام عمر همچون معلم خود قبول دارم. تو که از حاجی میرزا چی خبر و چی روشنی و چی علمهای اسلام را یاد گرفتی، اما به یک حاضر خبری درست یا نادرست درباره همون داشتنی بچه ها ابلغ باشد چی، تو بس حاجی میرزا سنگ میزنی؟ کنی تو این جوان مردی تو برای 4 تنگه شده عالم بزرگ رو تو پایمال کرده ایستاده ای. افسوس ما به همین جوانهای کوتاه فکر تبدیل یافتیم که پیشتر مریدها شاگردها چنین بودند که تا استاد گوید رو سری پدرت را بگیر، آنها اطاعت میکردند برای که به استاد خود شک نداشتند. من ناگفتنی هستم که تو برو این کار رو کن. به آن سبب گفته ایستادم که چونین صادق بودند به استاد خود که تا آخر باور داشتند به استاد خود، یعنی صادقانه. امروز که ما یک خبر یک لاشخور را فهمیده استاد خود رو میگردونیم، مرگ به جوانمردی ما و مرگ به مردانه ما و مرگ به شاگردی ما. تو چگونه شاگرد بودی که به یک سخن، به یک نقطه تو از استازی که تو رو چشم کورت را روشن کرد رو گرداندی؟ مرگ به ما و شما.